وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 22 سپتامبر سال 2022 در یک اظهارات ویژه درباره در روزهای اخیر در قلمرو قرقیزستان افزایش یافتن موردهای تعقیب و تبعیض و ترسانیدن شهروندان تاجیکستان و تاجیکهای مقیم قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق کرد. در اظهارات گفته می شود که از جمله روز 14 سپتامبر مقامات محلی ناحیه قدمجوی ولایت بادکند قرقیزستان مغازه‌های تاجیکان ساکنان این ناحیه را بسته و شهروندان قرقیز از مناطق مرزی کوچانده شده را هدفمندانه در خانه‌های تاجیکان ساکنان ناحیه قدمجو جای می‌کردند. روز 18 سپتامبر کارمندان امنیت ناحیه لنین شهر بیشکک با بهانه تفتیش حجت‌ها شناسنامه‌های اهل عائله شهروندان تاجیکستان نعمت‌وفا را با مقصد دپورتاسیون مجبوری من بعد آنها مصادره کردند. 18 سپتامبر افراد ناشناس شیشه‌های ماشین شهروند تاجیکستان همدموف را در شهر بیشکک شکسته تنه ماشینش را پر از رنگ کردند. همچنین 18 سپتامبر خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی نصیبخان دورانبکووا را که اصلش تاجیک است در زمینه بدبینی ملی لطوکوب کردند. روز 19 سپتامبر شهروند تاجیکستان علیف را به فهماندن سببش به شعبه میلیس ناحیه لنین شهر بیشکک آورده در جریان بازجویی که 9 ساعت دوام کرد او را لطوکوب کردند. علیف را تنها بعد از وی گرفتن 15,000 سوم یا $200 امریکایی جواب دادند، ولی شناسنامه مادرش در دست میلیس‌ها باقی مانده است. وزارت گفت همچنین 19 سپتامبر 4 شهروند تاجیکستان را که در دانشکده اویاسیونی قرقیزستان تحصیل می‌کردند بعد بازپرسی با استفاده از شیوه فشار روانی کارمندان امنیت این کشور از قرقیزستان اخراج کردند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت اطلاعی وجود دارد که مقامات قرقیزستان می‌خواهند بیش از 500 دانشجو از تاجیکستان را که در مکتب‌های عالی ولایت اوش تحصیل می‌کنند اخراج کنند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت که دوشنبه به این سیاست تعقیب شهروندانش و تاجیکان مقیم قرقیزستان را نتیجه مستقیم معرکه در آن کشور اوج گرفته از تاجیکستان ساختن سیمای دشمن می‌شمارند و از مقامات قرقیزستان طلب می‌کنند تا برای راه ندادن به چنین تعقیبات تاجیکا در قلمروش چاره‌های عاجل بیندیشند.